8 تیر ماه هست 1400 بیمارستان دلخدا. یه لحظه روی MRI ضرب نشون بده. گفتیم یه آقایی هستن 66 ساله که در حال تنگی نخاعی است که کمر رو حتما خدمتشون تنگی سیاتیک و اینا همه هست، ولی لوردوز طبیعی هم تبدیل به کایکوس شده. یه فیلم در اونجا ببینید قوس طبیعی ستون فقرات که باید به سمت پایین باشه الان برعکس شده. کاری که می‌کنیم ببخشید نامش ببینید این استخوان‌ها همه برعکس شدن، یعنی این که الان اینقدر بالاست باید پایین باشه. کاری که ما انجام میدیم دونه دونه همه اینها رو عرض کنم خدمت شما که میتراشیم، آزاد میکنیم و خودمون بهش شکل و زاویه میدیم. ببینید اینی که الان اینجور اومده بالا ما اینو میشکافیم، باز میکنیم، میشکنیم، بهش میگم PSO و این قسمت ها رو همه رو میشکنیم و زاویه‌اش رو خودمون درست میکنیم. راهش این هسته. مرسی زربان جان، همین میخواستم بگم. دستت خب 8 تیر ماه هست، همچنان ما بیمارستان دلخدا هستیم. مریض اولمون که عرض کردم خدمت شما آقای 66 ساله بودن، کمردرد و پادرد داشتن. روی MRIشون هم زربان جان اگه نشون بدید دیدید که لوردوز طبیعی تبدیل شده به تقریبا فلت و 3 تا دیسک پاره و تنگی نخاع و عرض کنم خدمت شما که تنگی رشته‌های عصبی داشتن. کارشون تموم شد. ساعت 8 شروع کردیم. 3 دقیقه به 8 تقریبا 3 ساعت و نیم شد. کاری که ما این T12 گرفتیم تا اسفان، همه هم پر سیمان کردیم و کیج گذاشتیم. اون حالت فلت شک رو کامل تبدیل کردیم به لوردوز طبیعی. روی فیلم بیا زربان جان. ببخشید ساکشن باشه. عرض کنم خدمت شما یه مقدار طول کشید به دلیل اینکه تنگی نخاعشون خیلی شدید بود و اشتهای عصبی کاملا به دلیل هایپراستروزیس که فورامن ها داشت تحت فشار بود، ولی یک دست باز کردیم و خدا رو شکر آزاد کردیم و نخاع کامل آزاد شد. در واقع دستگاه اینوستیگی زحمت کشید. مثلا چون فرق دو بلند و دست خسته نباشید. این به اصطلاح ابتدای عمل هستمون بیس رو من گرفتم که مپمون هستش، توانایی مریض رو نشون میده. بعد از اینکه روند جراحی ادامه پیدا کرد، لامینکتومی و پیچ‌گذاری انجام شد سیمان. الان میبینید که توی بیسای آخرمون قشنگ موج‌های ما اون بهبودی‌های لازم رو پیدا کرده که خدمتتون عرض کردم. هولوز 40% بهبودی توی وستوس و توسی فلکشن سمت راست.